جنگم کنی میروم زی خانه با سوز و گدازی عاشقانه جنگم کنی میروم زی خانه با سوز و گدازی عاشقانه در آمدنم بسر بلا شد در آمدنم بسر بلا شد بیزار شدم من از بهانه بیزار شدم من از بهانه گر باوری رازی دست دادم اما دلم به کس ندادم گر باوری رازی دست دادم اما دلم به کس ندادم از رشک تو من کنون بدادم از رشک تو من کنون بدادم ای بیزار کنی میروم زی خانه بیزار کنی میروم زی خانه تو جانان در کنج دلم توی تو جانان میخوایی که من روم زی خانه میخوایی که من روم زی خانه جنگم کنی میروم زی خانه با سوز و گدازی عاشقانه جنگم کنی میروم زی خانه با سوز و گدازی عاشقانه در آمدنم بسر بلا شد در آمدنم بسر بلا شد بیزار شدم من از بهانه بیزار شدم من از بهانه ای جنگم کنی میروم زی خانه چی بهانه؟ جمع کنی میره ممزی خانه کجا میری؟ بیا چه همه خدا بشهر نمیدونیم تا من حیات به زنده حیام بینم پای قدم شما درگاه کدامش به میرسم خاله لکن اما کم راه بیراه و نمیگردن خیلی نگویید همین نگویید شما این گفتانگی چی میگه گفتگی؟ خری پیر هیم نمیگه خورد است می؟ وای باشه قربانده ناانصاف او یک بالش به 30 سال با سر میمانیم و امروز با آمده من خری پیر شدم می؟ همی یه بخشی دکو یک عذبانم برامد گفتم یه بخشم گفتی جان بیا امروز روزی داد آشتی بیا کنی؟ گجانگی دیله کنده میبیارده با بیا هیچ کل اشتی میه سپیر آشتی خاله رسا اما که من نغز میبینیدن لیکن تابه انور جان و کاجان آخه اما که تانه از تحت دل سخت نغز بینم گناهی ممی چشم نرسد خاله روز جان کنید هیچ کس به نتید با این دلی ما یک گاز تید مردید گفته خالم که انور جان انمین شربت های مرسی باکو با مزه باشد گناهی ممی سرپرست انمین
برنامه کنسرت ما شربت های مرسی بکو می باشد. البته در تاجیکستان بهترین شربت است مرسی بکو. انور جان و کاجان همین معنی امکتان آشتی کردگی ما به یک تا معنی امکتان وارش خوانید. یک اصول کرد آشتی شدگی همه مردم به معلوم یک کنید. جوانی یاد میبیار تا می ها یک تا سرده بهترین میخوام لیکن شما هم رقص میکنید خدا خاله جان. خواهد.